بیشتر مردم فکر می‌کنند که کامپیوتر را دانشمندان غربی ساختند. اما حقیقت این است که ریشه کامپیوتر به بیش از 1000 سال قبل و به یک دانشمند مسلمان ایرانی به نام محمد بن موسی خوارزمی برمیگردد. خوارزمی در قرن نهم میلادی زندگی می‌کرد و در زمان خود نابغه‌ای در ریاضی، نجوم و منطق بود. او برای نخستین بار روش‌هایی برای حل مسائل عددی و ریاضی نوشت که بعدها به آنها الگوریتم گفته شد. جالب است بدانید واژه انگلیسی الگوریتم در واقع از نام خودش یعنی الخوارزمی گرفته شده است. خوارزمی با نوشتن کتاب‌هایش درباره جبر و محاسبه پایه تمام سیستم‌های ریاضی و برنامه‌نویسی امروزی را ساخت. هر برنامه‌ای که امروز در موبایل یا کامپیوتر اجرا می‌شود، در اصل بر اساس همان قوانین و فرمول‌هایی کار می‌کند که خوارزمی 1200 سال پیش نوشته بود. پس می‌توان گفت اگر خوارزمی نبود، هیچ الگوریتمی وجود نداشت و بدون الگوریتم هیچ کامپیوتری هم ساخته نمی‌شد. به همین دلیل بسیاری از دانشمندان او را پدر واقعی علم کامپیوتر می‌دانند.